سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه همین رولت بی‌نهایت عادی کم خرج تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 150 گرم آرد، 3 دانه تخم، 100 گرم شکر، یک پاچکه رزرخلیتیل، 2 قاشق کاکائو و 4 قاشق آبی گرم لازم. ما در اول تخم را میگیریم. ما 3 دانه تخم با میکسر یا بلندر لب میزنیم و اکنون کم کم شکر را همراه میکنیم. اکنون آب همراه کرده 5 دقیقه دیگر لب میزنیم. من همیشه خوب آمیخته کردم. اکو آرد را همراه میکنیم. 150 گرم آرده من با قاشق چینه میکنیم که چند قاشق میشه. یک، دو، سه، چهار نیمچه همراه کردیم. من از رخلیتل هم همراه کرده آمیخته میکنیم همیشه. من 5 6 7 8 من 9 قاشق کلان آرد بوده است. 150 گرم همیشه خوب آمیخته میکنیم. من محصولات همیشه آمیخته کردم. من لیستی من میده تری درازک، شما کلانتری 4 کنجا باشد میتونید 4 دانه تخم همراه کرده لیست بکنید. بسیار خوش را پیامشون بیاد. ما من خمیره میگیریم 2-3 قاشق تا گشمه میمانیم. ما خمیره همه جایی من لیست میگیریم. و کاکائو همراه کرده نمی کم پرشبه آمیخته میکنیم. خمیره شکلاتنی همویه من پاکیچه بیچنی به میگیریم. گرفتم اکنون کلان میده تر همچه میبریم. بسیار نه من این گونه من سیاکی کادار که من کلاله دایره میکنیم. من دایره شکل کردم. من اکنون من همیشه من اگه چوبکچه که گرم کردیم. من سالفت که پاک کنید بسیار خیلی آمیخته نمیشد سفید و سیاه. و اکنون با مدت 180 درجه به 15-20 دقیقه به تفتان میگذاریم. من رولتی ما هم تیار شد. اکنون کاغذ میگیریم. من اکنون آهسته کاغذچه میگیریم. من ما کاغذچه کنده میکنیم گرماگرم. من تاب میتیم وقتی من گرماگرم میشه نمیکفد تا خنک شدنش نگاه داره. من کاغذچه ما هم خنک شد. من به ملکا آب همراه کردم باز ملایم‌تر میشه. ما به کار میریزیم بنهایت با ملایم‌تر میشه. من کرم شارلات تیار کردم. من ویدیوش کانالda هست. بنهایت کرمش با لذت. نکن من درنی رولتامو کرم میکنیم. شروع کرم میکنیم. شما میتونید مسئله ملکا که کرم کنید، زورنای کرم کنید، سلیفکا کنید. یکی با لذت تر میکنه. ما شروع کرم کردم. من که آهسته من کلوله میکنیم. من که من دوتا طرفش کرم میکنیم. من با مدت 3-4 ساعت به یخدان میگذاریم.
رولیتی ما هم دم گرفت. اکنون درونش را میبینیم چه خیلی تیار شده است. نه درون رولیتی ما چه خیلی تیار شده است. به نهایت ملایمی با لذت. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساچیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.